خوش آمدین همکارای عزیز، خوش آمدین. اینا منتوی ما تیار شد. مرحمت، خوش آمدین بایشه. تمام مرحمت. آخه من شما رو میگم که همین منیجر دختری قابله، شما میگین کی نه؟ این آخه بگیریم بسم الله الرحمن الرحیم. این دوره هم سویدی نه فقط پنج چهار نداشت. تعلیمی مهنت فقط 5 میگیری. ممنونم. کومی جان نه که قانشم بزن همه همکارمون باور کن همه خد به مازه که نن دعات میمونی او میشه. انا که سازون گوش مرا این برای شما هم همکارتونه هم همکارتونه هم چیه یانگاتون فهمیدی؟ پنجه هنر یا که جانی شیرینه با تعریف هست میگم کومی جان این بین همکارسمون همه خدر نکه ها شو سراکی کار گرفتی خیلی که نصیب تعدی نصیب تو چی در نگیرید اینه چه کده بدین نمیگیرید چه مهایرا این روز دیگه گرفتنی بدم اوز پد نکردم یا مخوام گرفتم برداشم میگی سیل برداشم چیه کومی جان میگم که خیلی خدا دو دایت بوی بود الله چی دی اقدار خانه و در و ماشین و دچه و خیلی شکرانه میکنم خیلی همون یانگام هم خود میکنه خیلی یگان پیشکیزمن بگی یگان ها یاردم کنم ای سعدی جان داری بولد 100 بار گفتم یانگتا بگردن نگیره 100 بار گفتم این نمی راش کاچ خله راش کو راش نمیونه چاوه اینا باید بردم میگم شه اینا گوش که خودت بعد شما خودت ببین منیجر جان همین خونه دا نمیشه که یک دخترکی خوش را که بیاریم یاردمت کنه کورت سبوک بغیلتا همین خونه دا پلیسول شوه چور اوگلی خونه نه کدا بگرده نمیشه یاردمت کنه نه نمیشه که هم دخترکی خشروکی گفتگی تا یگان مردکی بوز بالا در پیش در اخرا نبمونیم رنگی کانسانر باری سف کف کدا بگرده دوستان گرامی قدر زنها و مردها اپاها و خالاها بیبیها و باباها به هر یکی شما چیپتایی یعنی که هواپیما لازم سرگرانگید از کجا گیرم کی به مراجعت کنم پس عزیزان با اویاکاسه شهنازه با واتساپش نوشید و صاحب بلیط گردید باور کنید در وقتش رسیده به کجای نباشد میره عزیزان سلامت باشید اویاکاسه شهنازه رقم هاش رو من خیلی میگذارم مالش می سلامت باشید تشکر زیاد تو تر نجوان سے برگوی نبی جون تو و خامر قدریمو بگیری چو بکنم حیرانم شما دا چی بود؟ اوف با مست آمدی فو بو تفیعی را بیه با چو کرده آخی؟ من همین قصیرای تو را وجه کردم که تو آدم نمیشده خواست بیام با سر بینم رئیسی محله نمیارم چی؟ کجا میری؟ با سر رئیسی محله میرم رفتم بگی رئیسی محله رو میاری یا که محله رو همش میاری یا که اوتت میاری یا که آچت میاری وردنگی متفرق ندارد آزی من نگاه که تو را چیکار میکنم آزی به هیچ کار کردن نمیتونی فهمیدی؟ ای بغازی من نه ای بغازی من ما گفتم که ای بغازی من ای چی رو میفهمی شما بلا رو نمیدونیم بینه کردی کجا داره؟ نکشه بات این کتو نکشه اینا ای احوالا بینه ای بچه ای خواه این سعدی؟ ای سعدی نه بخیر بس تا رئیس محله رو آوردم بخیر رئیس محله ای بچه سلام علیکم سلام علیکم ای تو کاری بس میکنیم کروتا ناظری ای نیزن همی انگام داری خونه ما برا بگم که بیا بریم شوی ما به همی خولتای یکمش در مایلیز مطلب بلند اعلام کردم که در همی محله کدامی عرب میخوره ای محله پیش کرده شود با کسی همی کروتا کرده رئیس جان همین روز یا زادروزی همزی محمود کم تر نوشیدیم بخشش دیگه تکرار نمیشه یانگا اخیران بار یانگا اینا یک بار دیگه می بولا قدیمی همکاری کار قدیمی و کو اومدم خبر دین آیا محله پیش میکنیم تمام
رحمتی کلو نبینم دیگر کوشم میتوان دیگه تکرار خیلی آدم گردی که نمیان محله را پس کرده ایتر تکرار نمیشه دیگه رئیس جان مده خوبه خوش خیلی بیا که کجا ده ینگا؟ این شد کجا ده؟ اونم بالای کراوا دا خواه بو هم کارو شاخینه؟ این دقلت کردم گفتم کخنم وقتا خفه نشه ینگا همین رای خونه شما را ما خورده کردیم من نمیدونم این شویتو ایچ خیلی ما هیچ باوریم نمیایی آدم خوب یکم پرابلم داره نمیدونم کم هرچه میختم از سه میختم کمتر سیاستش میکنی میترسه اگر یک دل جگر من خورده بیزار شدم که تیامو ینگا اگر باورم کنی نکنی همین خاطری خطای باور کده انسانی خوبی نباشه من همین شده در همین محله که یک سوار راه نمیتم زده پیش میکنم باورم کن این احوال شبینه ای بچه ای احوالی را بیه ای احوالی ای را بیه ای بچه سمته افرینات ینگا باور ای بچه ای خیز ایجاد کو خیز بخیر من قبل دیستم خیز بیا رئیس تو دینامه را چی وعده داده بودی؟ چی گفتی؟ چی وعده داده گفتی دیگه نمینوشم کن راست گفت رئیس جان همین یه ماشینی نو خریدیم خطی همین رفیقو قید کردیم کمتر خورسندی کردیم خیلی بخشش دیگه نمیشه ما ترا دیگه بخشیده میستم خیز ما ترا این محله سر میکنم خیز رئیس تمام همین مرده گونه دیگه تکرار نمیشه تمام آخرام بار خاطری همین ینگه انسانی خوبه نکی همین کارتا یک بار دیگه آخرام بار با همین کارتا میکنی تمام اسپرس رو کدام میام ترا این محله سر میکنم دیگه در این محله زندگی نمیکنی فهمیدی؟ قبول آخرام بار قبول رئیس خوش آمدی خوش آمدی رئیس جان خوش آمدی این رئیس بینه بوینا مست دادرینی بسین خواه ینگه که خاطری خودت به خفگی که خفه میشه نمیشه انا ما یای محله سر میکنیم تمام رئیس چی کارش میکنی بکن ای بچه با مستی با فکریم که قانونایی که در این محله من نبودم تو نمیدونی قانونی ما در این محله همیه کی کدامی که عرق میخوره پیشش بکنیم این محله خیزف شکه ایجا رئیس این قانونای تو برای آدمای محله ماهیاد و کاردار نشو